هیچ کس چون مادرم بر من نسوزد زار زار. هیچ کس چون مادرم راهی مرا نیست انتظار. من شدم ره گم زده در کوچفندی زندگی. هیچ کس چون مادرم بر من نبود دل بیقرار. بر سری بالین بیمارم نخفته تا سحر. هیچ کس چون مادرم بر من نبود شب زنده دار. واقعا هم وقتی بیمار می شوی همه یاران و پیوندانت، خواهر و برادرت فقط می گوید خدا شفا دهد، اما یگانه نفری که سوی پروردگار دستی دعا می بردارد و می گوید تمامی دردهایش را بر من ده، این مادرت است. قدرش را بدان.